بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. به نام خداوندی بخشنده‌ی مهربان. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. این کتاب هیچ گمانی در آن نیست و رهنمای پرهیزگاران است. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آن کسانی که به دنیای نادیده باور می‌دارند و نماز را به گونه شایسته می‌خوانند و از آنچه بهره آنان ساخته ایم می‌بخشند. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما قبلك وبالآخرة هم يوقنون. آن کسانی که باور می‌دارند به آنچه بر تو نازل گشته و به آنچه پیش از تو فرو آمده و به روز رستاخیز اطمینان دارند. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. این چنین کسانی هدایت و رهنمود خدای خیش را دریافت کرده و حتما رستگارند.